نکو فیلا برای تو چی میگم همین جور که میبینی همین جور همین بالی همین جور همین تو میگیری پیش میری با پشت سرا خالمه جونگیه با منجی بسته امو جونگت گردانت میگیری میاری به منجی با تو یک دونه ازری میدم نمیگی چره اقزار سوخته با کلی ازی دارم تا جا داره با کلی کی؟ با کلی خاله خو که دختر خور با بچه ما نداد آها دختر خو بچه شما نداد بله انمور بیار اینجی ازری خور تحویل بگیر انم اینجی من شیشته هم امین رود همین جور بگیر با پشت با سرای اینا همین جوبم پشت سرای اینا میره خب جونگ با منجی بسته جونگ کو میفهمی جونگ چیه شطور جوجه شطور جوجه چیچیلاک کاستا اور وردار بیار بمینجی ازری خورم نفت بگیر انمیجی ما منتظر تو شیشتیم که سوخت دل مر قرار کنی کوکو که آنی دیگه ما تو گفتم میدم دیگه امیت نو سیکو ازریه دیگه خب میفهم ازریه اور بیار ایر تحویل بگیر خب بده نه تو اول برو بیار من اینجا منتظر گردن من باشه تیاری هلیکوپتر باشه میارم من میگم اور بیار امینجی به دستم تسلیم کو من ازری تو به دست تسلیم میکنم خوانال یک گپ دیگه باز چی گپ مردم قدیم راست میگن باز چی گپ به خدا مردم قدیم راست میگن خب بگو تو ولی چی میگم مردم قدیم میگن شتردوزی با پشخم میشه خب من پشخم زنم او پشخم نمیزنه خب دیگه اور چه کار میکنی میفهمی اور میتونی اور قرار به کفت خوکو اور بم کفت خوکو سنگین تا 300 کیلو باشه و کفت خو میکنم بابا او جوجی سبوکه شما کلونتره او خورده سبوکه اور بم کفت خوکو اگر پشت کش کرده بیار اگر نشده به کفت خوکو خب انمیجی ما منتظرتونم دیگه چش زودی بیا کمی ازری من میفهمم که تو بیکاری به کیسیت هم هیچ چیزی نه همه بند باشه یک ریپیه نیه خلاص دیگه من با تو یک دونه ازری میدم که تو هم یک هفته مکمل بخو مصرف کنی دوره می جور بگی انمی دوره می جور بگی یلا ندم جور یلا نده سگ سوتولاگی بود هیچی نداره پشت سرا خالی من انمی جور میره من پشت سرا خالی می امو جونگم به مونجا بسته کرده انمی میگه منتظر شما اونجا بشین ان شیشتی میگه منتظر باشیم سی کنین که من گیلک میگم نه دوله سیاه من یک دونه ازری پاک کرده به تو میدم برو بخیر ای خاله جو بچه ما و دختر تو خورد بود خود تو به ما بگفتی که می دختر خور میدم به بچه تو به خاطر کال مردم به تو یک لک بیشتر میده تو بر میداری که تو به تا خونه خو هیچ چی نداری ای تا فیلم به تو بازی کنم که خود تو رو مزه ده بشی که بیوی صبر کو ببینی باز مقبولکی آلا تو رو میتو ببرم یا به کفت خو میکنم یا تو گردن تو کش میکنم کازری به کسی ببیایی همونجی شور نخور علفا خور بخور
کن مرد بجون مرد شیر مادرتون من به تو باور داشتم که می کار تو میکنی. آفرین. آنی سکو ای هم 1000 چیزی که به تو قول کردم کم هم نیه اون سکو 1 نظری. آنی دیگره فکر جونگ میگمی ما جونگ میگیم تو به نبض خود که جوجه شطور بگو. شطور بگو. چند کلمی گپی به دمی که روا کردم بگو ای هم بر رو شما من میبخشم یله میدم. یعنی بجوی تو؟ نه چه کار کردم؟ با من میگم مرگ گفتم مرگ بهم نفتک و نویری تو این حالی تا گم کن هم که راحت نشون از دیگه نبینی. یک گوشی هم بده بزی کار کن. آفرین. برو بخیر بری. خلاصه برو. میگم رقیب میگه جنگ سر خرمن اشتی سر شیار شطور دیدی ندیدی. گپ خلاصه دیگه برو بخیر. برو گپ خلاص شو. بیا که برای میون بیا. سلام علیکم. و علیکم کجا خوبین؟ تیار خوشحال بخیر سلامتی. شما جوره تیار هستین زنده باشین. چی گپایه؟ تیاریم غلا قرریه شما خوبین؟ زنده باشین سلامت باشین. زنده باشین. اشتنا گیلک. خوب شو کو از خدا. ما یک گپی داشتم. چی؟ من پشت سرام یک جوجه جونگ بسته بودن. آنه همین نیه. همین یک گیلک مثل که وا کرده برده جایی. ماما تو با اوش خواستی تو میفهمی تو چی میگی میته بچهای تربیه نکردم گیلک او خیلی بچه خوبه که برای جوجه جونگ واکنه یا جوجه جونگی او به دست خوب بگیره میته بچه اگه بچه خیلی بچه خوبه با گیلک او با عمر خوی تا کارو نه بکردن میکنه نه برادر گل که شما دارم او تا کارو کرده او اصلا میته بچه تربیه نمیکنه که او برای جونگ کاسر واکنه یا دیگه چیزی واکنه یا او مال مردم ببره هیچ وقت خوی تا کارو نمیکنه بابا پشت سرام اگه جوجه جونگ بسته افتم میشه کمی گیلک جامای ببرده بشه نه بابا اگه خیلی هم چی داری اون برو میتونی بری سرار سعی کنی اون گیلک هم به سرای برو اون امر برو سعی کو خونه و جا و همه کی سعی کو که چی تو برطرف شه بابا ما ایت بچه اگه بچه میت کارا بکنه باور کو دیگه بلد میکنه که بره بدو خواستن من دیگه ایت بچه نمایون
بابا برو برات کار خوب. جای ببرده باشه بیاره بزو شیرینی هم میدم. نه بابا ای تو گپو نزن. من اصلا بچه مگی تو کارا بکنه باور کو خدا میدونه او اصلا دیگه از بچگی خم بیرون میکنه. من دیگه بچه با کار ندارم. بعضی همونجا بدیده بودن که اون گیلک که به دست تو اون میگم میتونی بری سل کنی. میتونی همون نفره که برادر او میگه من بدیدم بیاری به پیش من. او اگه می کار کرده باشه به خدا من بچه دیگه اصلا اون نمایا مورد دیگه زنده نمیذارم. برات کار خوب. بچه‌ای برده بیاره بزو شیرینی هم میده. نه بابا اصلا بعد میکنه که او شیرینی یا دگی یا او مال مردم او چه کار داره برای دست بزنه. می تو بچه اصلا لازم ندارم اگه او بچه می کارو بکنه. ببخشید. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خوش آمدید. چی گپای میزنه مردم بابا. گیلا من ایت بچه اصلا نمایم بابا. نه چی ما به عمر خوب برادر گل که شما در مو به طرف مال شوخی کسی سیل نکرده به درخت کسی سیل نکرده از همه جا جونگی. چی گپا میزنه مردم. حالا دل بر برایم دل بری کو گل من چکش وردار برایم زرگری کو چکش وردار برو به شهر کاه چکش وردار برو به شهر کابل گل من خدا انگشتر رو مرا نگین کو گل من یار ما یاری نداره. سلام. علیکم. خوبی گیلک؟ اشتنی جانجور خیریته. خیلی. بیا که اینجا بس یک دقیقه. خب. گیلک جو. از اون پشت سرام یک جوجه جونگ گم شده. جوجه جونگه؟ آه. گردن همه بند اگه لنگم دیده باشه. من ندیدم. اما چی من پشت سرام یک جوجه جونگ مقبولی بود من چون کی وا کرده؟ من نمیشناسم کی وا کرده. یعنی وا نکردی؟ نه گردن همه بند باشه اگه لنگم. ما جوجه جونگ من چیچیلکی که بودم من جوجه جونگ من جوجه جونگ بیامدم مادرم میگه تو چیچیلکی بدی برفتی بدیدم پیش کردن شطور رفتی بدی نه یک بار نه من شطورم خوب وقتی که من چیچیلکی بدم تو که آدمی؟ خب میفهم ما آدمی من کی گفتم من شطوریم خب صحیح است من به تو مسئله نمیگم من شطورم تو منی من شطورم من شطورم رو من وضو بره تو منی رو تو بعدی منه یک بار شطور که امی تکن چه کار نکنی تو دیوانه؟ بفهمیدی؟ خب من اون وقتی چیلکی بدون مادر ما گفت تو همین تو شطور به لغت بزدن تو حالی میتیست شطور جوجه جونگ پشت سلام تو وا نکردی گردنم بند لنگم وا نکرده اگه من شطور شما رو وا کرده باشم دیندار شما باشم هرچی گناه به می دنیا کردم به گردنمه که من وا نکردم بیچاره سخی جوجه جونگ ما پشت سلام وا کردن سکو من اگو اخر از اکه از مار از همه چیز میترسم یعنی وا نکردی؟ نه اگه نفر باید شهادت داد که می نفر جوجه جونگ پشت سرا شما وا کردن نه به دستی بوده قبول داری ود؟ اشته شهادت داد یعنی که بگم این نفر گیلک ما بدیدم که پشت سرا شما
همین جوجه جنگ وا کرد نه خیام دست اون تا میره بخون. کی بوده؟ کی؟ بگو اگه هر کس مرتکب روبرو شکران به چی ماما نوروز. شکران به چی ماما نوروز؟ بله. هر قبول نداری برن دم سرا اینا. مکو ندیدم. مکو به چی ماما نوروز شکرانه ندیدم. برای من در سرا اینا. برن در سرا معلوم میشه. بله. واکو شکران منم. خور به خان ما بیام در دروغ بندازینی. خوبی شکران. شتن ماما خیلیتی اینجوری. شکران. بله. ماما جو تو اینجا استاده شو. تو چپ. تو کی به دستم جوجه جونگی دیدی؟ کی به جوجه جونگ از اینا رو وا کردم؟ از پنجره نگاه کردم که یک سر جوجه دکس تو بیدار یک سر میرفتی. ای بچه نادون ای گپ راست میگه. نه ای گپ راست خود میگه. من دیدم. چه گپ مفته میزنی خور ما برای خان مزوزن؟ نازن یک دمی خوب بچیم برده کر نازن. خدا یک چپاته به تو بزنه که پیار تو مرد بیای برای خان بگیره. بله. اشته دیل تو میشه که میای پشت سر یک صغیر یتیم تو جوجه جنگ وا میکنی میری. گردن به من باشه لنگم من از شطور میترسم من لنگم نماده چیز نکرده. حالا ای بچه و چشما خوب اشته میگه اشته دروغ میگه. این شاید خون دیده باشه. بس این رشوت میدن شما رشوت میدی که دروغ تو میگه. خون ندیدی؟ نه. ما که وزیر رشوت نمیدی بولار هم باشه بچه خالی ما باشه. مرد کم سای از کلکین نگاه میگه به دست جوجه جنگه. کو بیا بریم ساش یک تلشی بکنیم. بله ماما. 100 دفعه تلاشی کن. خیلی شکران جو. بله. بچه نادان بیاورده به سرم شاهد میشه.